به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز شبکه باور. امیدوار هستیم که صحتمند و سرال خوش و خوشحال باشه. عزیزان بیننده، برنامه های شبکه باور آرام آرام و آهسته آهسته شروع میشه و به تشویق شما و حمایت شما بیننده های عزیز نیازمندیم که صفحات مجازی ما را لایک کنه، کامنت های زیبا بگذاره و صفحات ما را شیر کنه که دیگه هم نوان ما شما و هم زبانان و کسانی که با ما شما در سوشال میدیا اشتراک داره به دسترس اونا قرار بگیره و اونا برنامه را تماشا کنه و ببینه و نظر بدهد، پیشنهاد کند، انتقاد کند، همکاری کند، تشویق کند. هدف از برنامه های ما یک پل ارتباط است. هدف از برنامه های ما پل ارتباط است. امروز جهان تکنولوژی است، جهان زندگی هوشمند است. همه انسان ها هر اندازه که ما فکر میکنیم آگاهی داره و هر اندازه که ما فکر میکنیم انسان ها از همه مسائل میدانه. کسی کم و کسر نداره. دوستای عزیز، ما فعلا برای ای که زندگی طبیعی و زندگی واقعی رو از دست دادیم. زندگی بشر امروزه 80% در دنیای مجازی است، تمام در سیستم های هوشمند است، زندگی ماشینی شده. حس ها و روابط های نسبی و اخلاقی و بومی اینا بیشتر به باد و فراموشی سپرده شده. ما باید در دنیای سوشال میدیا و در شبکه‌های اجتماعی کوشش کنیم که آن دنیای واقعی رو فراموش نکنیم. هرچند که دنیا به طرف مدرنیته، به طرف هوشمند میره و باز ما با دنیای واقعی رو فراموش نکنیم. هر قدر که دنیای هوشمند پیشرفت بکنه بازم اونا فاقد حس است، فاقد عاطفه است، چون حس نداره، ماشین است. هوش مصنوی خودش وقتی که با هوش مصنوی شما وارد بحث شوی از هوش مصنوی بپرسی که نظر تو درباره لطف و مهربانی و عاطفه و عشق و علاقه چی است؟ هوش مصنوی میگه که من یک ربات هستم و من یک هوش مصنوی هستم، من یک ابزار، نرم ابزار هستم. من احساس ندارم و من عاطفه ندارم. در من مهر و عشق نیست. آن چیزی که به حافظه من سپرده میشه، من همون چیزی که در حافظه من است، همون داده هایی که بر من رسیده، همون رو من برای شما ارائه میکنم. شاید که هوش مصنوی از انسان حافظه قوی تر داشته باشه و حاضر جواب تر باشه. به مجرد که ما از هوش مصنوی یک سوال رو میپرسیم، اونا از گوگل، از همه سایت هایی که در اینترنت قرار داره او بررسی میکنه. همون جمله که ما از اونا پرسان کردیم و سوال کردیم برای ما اطلاعات جمع‌آوری میکنه و اطلاعات برای ما به اختیار ما قرار میده و بعد در آخر هم نظرسنجی میکنه و در آخر آن چیزی که او لازم دیده او بر ما میگه که راهکار ای است و شما از این انگیزه استفاده کنیم. و بعد ما انسان ها نباید عاطفه و عشق و علاقه را و مهربانی را از وسط برداریم که همه وابسته به هوش مصنوی باشیم و همه وابسته به دنیای هوشمند باشیم. هرچند که دنیا هوشمند میشه و زندگی ماشینی میشه، باز هم اینا ساخته دست بشر است و از حس و از عاطفه بشر آفریده شده و خلق شده. ما هدف از فعالیت های ما این است که ما باورها، شبکه باور، ما میخوایم باورها را زنده نگه داریم و در جستجوی باورهای واقعی باشیم. هر آن چیزی که در باورهای ما نهفته است و هر آن چیزی که از باورهای ما دور است، ما باید به او باورها برسیم. زندگی ماشینی امروز قرار نیست که هر کس با فاتحه بره، قرار نیست که هر کس به هر کجا بره و با یک لایک و کامنت و با یک پست و با یک پیام صوتی یا تصویری از طریق شبکه‌های اجتماعی اهل مطلب میشیم و غم شریکی میشه، تمام رفته.
اما امروز ما نیاز به عاطفه داریم، نیاز به عشق داریم، نیاز به مهربانی داریم، نیاز به حمایت های احساسی داریم، نیاز به حمایت های احساسی داریم که ما بتانیم با یک احساس زندگی کنیم. اگر ما قرار باشه که وابسته به هوش مصنوعی باشیم و وابسته به زندگی ماشینی باشیم و زندگی هوشمند باشیم، پس عاطفه را ما فراموش میکنیم و حس همدیگر پذیری و حس هم نوع دوستی رو ما فراموش میکنیم. زندگی ماشینی میشه، اسنپ زنگ میزنه برای تو در خانه غذا میاره و تالار زنگ میزنه نان جور میکنه، مهمانا رو میگه بری و نان بخوری و خلاص بری هر کدام پشت کارتون. همو عنعنات گذشته ما در کنار زندگی هوشمند زیبا و پر محتوا میشه و زندگی را قشنگی و زندگی را لذت بخش میسازه. و دوستا، هدف از باورهاست که ما باورها رو باید داشته باشیم. باورها چی است؟ آن چیزی که در حافظه ما به طول تاریخ ثبت شده و آن چیزی که در آینده ها ما کسب میکنیم. بعد در بین گذشته ها و در بین آینده و در بین حال و حضور ما محاسبه میکنیم که باورهای گذشته ما واقعیت داره یا غلط است و باورهای آیندی ما واقعیت پیدا خواهد کرد یا به غلطی روان هستیم و در حال حاضر ما در چی وضعیت قرار داریم. در حال حاضر ما به چی وضعیت قرار داریم. دنیایی که با تمدن و اخلاق و پیشرفت روبرو است، اونا از زندگی هوشمند لذت بیشتر میبره و استفاده های بهتر میکنه. ملت ها و جامعه ها و مردم هایی که مثلا آمادگی برای پذیرش زندگی هوشمند نداره، برای پذیرش زندگی ماشینی نداره، اونا استفاده های دیگه ای میکند. مثلا میبینید که مردمان ما امروز از سوشال میدیا چی نوع استفاده های میکنه. 80% در سوشال میدیایی که مربوط به فرهنگ و تمدن و جغرافی های ما میشه، جنگ است، دو است، دشنام است، انتقاد است، یکی دیگر بیاب میسازه و یکی دیگر به باد فنا میکشانه که در واقعیت این نیست. اصل هدف دنیای هوشمند این نیست. اصل هدف هوش مصنوعی یا زندگی سوشال میدیا چنین نیست که ما همدیگر بیاب بسازیم. امروزه ببینید دوستا، خیلی از ناگفته هایی که در گذشته ها انسان ها جرأت نمی کرد که بیان کنند، در عقاید، در مذاهب، در دین، در باورها، در سنت ها، در عنعنات، در قانون، در نظام ها، در سیاست، امروز در دنیای مجازی یا مستقیم یا غیر مستقیم یا با نام اصلی یا با نام مستعار، همه واقعیت ها، حق و ناق، هر آن اطلاعاتی که داره و هر آن خواسته که داره در سوشال میدیا بیان میکنه. هیچ مشکلی هم بر اونا نداره. اگر در محدوده جغرافیایی که هویت او هست نتونه بیان کنه، میره در یک جغرافیای دیگه یا با یک نام مستعار یا با یک صدای گرافیک شده یا با تصویر گرافیک شده یا با یک نوع انیمیشن یا با صدای هوش مصنوعی تمام او خواسته ای که داره بیان میکنه و به گوش مخاطب خود میرسانه. پس باورها چی است؟ باورها ای است که هر آن باور که ما داریم که بر حق نیست، او به ناباوری تبدیل میشه و هر آن باور که ما بر حق داریم او بر حق تر تثبیت میشه. پس ما کوشش کنیم که باورها را به محاسبه بندازیم، فیلتر کنیم که ببینیم که در زیر ذره باورهای ما به کجا کشانده میشه و از باورهای ما چی باور جدید به دست میآید. گذشته، حال و آینده ما بر از این اساس کار میکنیم. دین، مذهب، نژاد، زبان، جغرافیا، گرایش، عنعنات، سنت ها، تمامی مسائلی که در زندگی بشر هست اینا به بررسی گرفته میشه و اصل واقعیت ها و نیازها و لزوماتی که در وجود انسان و در طبیعت انسان هست اونا هم بررسی میشه و میبینیم ما که ما به کجاستیم، واقعیت ها به کجاست و عدالت به کجاست و نیازها به کجاست.
دیگه دوستا برنامه رو ما زیاد طولانی نمی کنیم، برای سلسله مراتب، برای پله پله شبکه باور برنامه خود دنبال میکنه. امشب بحث ما در مسائل هوش مصنوعی و دنیای ماشینی بود و دنیای هوشمند بود و عشق و عاطفه و مهر محبت و حس که در دنیای ماشینی وجود نداره، چون حس در عاطفه انسان است که در ضمیر انسان است که با یک زنده جان با حسی این مسئله رو درک کنم. دوستا برنامه رو زیاد طولانی نمی کنم به خاطر بعد ویدیوها زیاد طولانی میشه، مخاطبین و علاقمندا و بیننده ها خسته میشه. برای امشب همین قدر بس است و انشالله در برنامه های بعد برنامه رو دنبال میکنیم و دیگه دوستایم که نظریات داره، پیشنهادات داره، انتقادات داره، در برنامه با ما بپیونده، همکار شبکه باور باشه.